روز 4 ایول پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذار نمی‌بینم. تکرار میکنم که این مسئله به کارشریکان اروپایی ما وابسته است. روز پنجشنبه در چارچوب سفر یک روز رهبر روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتارلا و پاپ روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم اتحادیه اروپا بر روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روزگار ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند.